دولت در همدستی با بانک ها برای افزایش قیمت مسکن هیچ شکی نداره و در نابود کردن تولید بی سابقه اثر گذاره. شما اگر بخواهید در یک کشوری مثل نروژ یک ملک بسازید 12 تا مجوز میخواید، اما در تهران 45 مرحله اداری دارید. فکر میکنید که چرا قیمت تمام شده شما بالاست؟ چون از اون 45 مرحله در 30 مرحلهش باید رشوه بدید. رشوه هم جز قیمت تمام شده است. چطور میشه قیمت تمام شده ملک در زعفرانی تهران از نیویورک هم بیشتر در میاد؟ به خاطر رشوه. در واقع بخش مهمی از تورم دزدیه. تورم ائتلافی است میان دزدها و بانک‌ها. بانک‌ها در سال گذشته 4700 همت وام دادن. 4 برابر بودجه جاری ایران وام دادن. عددها نشون میده که 70% در واقع خرج دلالی کردن. 2 راه دزدی بیشتر وجود نداره. بذارید این جمله رو بگم بعد برم دادگاه. یا ما باید بانک بزنیم یا باید بانک بزنیم. در واقع همین 2 تا راه برای دزدی هست. وقتی بانک سرکوچه رو میزنیم احتمالاً 200 میلیون تومان سود میکنیم، اما وقتی یک بانک میزنیم میتونیم 80,000 میلیارد تومان سود کنیم. خیلی روشنه. یک عدد به شما بگم، من چند بار این عدد رو چک کردم، اولش خودم هم باورم نمیشد. ایران از اول انقلاب تا الان 2.5 تریلیارد دلار درآمد داشته. کل ذخیره ارزی عربستان 1 تریلیارد دلار، اما ایران 2.5 تریلیارد دلار سرمایه داشته. کو؟ همین اکنون در کشور 9.5 میلیون نفر گرسنه‌اند، یعنی در واقع 1200 کالری در روز بهشون نمیرسه.